آدم لذت میبره وقتی که مثلا میبینه مردم با هم خوبن، دعوایی ندارن، مردم کشورشون رو دوست دارن تو کشورشون بمونن تا آخرین لحظه. پیرمرد پیرزنایی رو میبینه آدم که دست تو دست هم عاشقانه دارن راه میرن. من که دوست نداشتم از ازمیر و از ترکیه برم، ولی دیگه مجبورم. خیلی جالب بود برام. من که توی استانبول و ازمیر بودم، شبا مثلا ما ساعت 11 می اومدیم خونه، میدیدیم یه دختر تنها داره تو خیابون راه میره بدون اینکه کسی بهش متلک بندازه یا کسی اذیتش کنه. خیلی این چیزا جالب بود برام. افشین thank you very much. Thank you. بچه ها انقدر ما اومدیم این مجتمع دایی رو گفت افشین برو، انقدر یعنی اومدیم دایی ما رسوندیم خونش و اینا دیگه ما رو میشنم. من دارم میرم خونه داریم. ساعت پرواز ما ساعت 11 شب، باید 7:30 بریم فرودگاه. و بچه یه روز دوست دارم اگه تونستم توی یا توی این ساختمون زندگی دارم. بوده هرچی آمده نمیخوره به ما، تو برو پیش بابا بده پول ازش یه بار. بچه ها آبروم رفت، دوربین داره میبینتم. بسم الله. نزده بودم دکمه رو. دوربین نگیر جان من، نگیر. میای نمیخوری به ما، نمیخوری من میخورم. ببینم بیا بشین. آفرین. ایمان نگاه استیل گنگو. کوکی بیا. کوکی بریم بیرون. بریم. یه پیام دارم برای یه پارسالی و عزیز. کی بچه ها اون پیرمرد رو نگاه کنین، سیس اوقا گرفته. سیس اوقا بابا نگاه استیل گنگو.
پایین است، ساعتم بالا است، یه عالمی دوره است. میگن خورشید پشتش به ماست، خورشید پشتش به ماست. میگن خورشید پشتش به ماست، خورشید پشتش به ماست. میگن خورشید پشتش به ماست، کوه پشتش به ماست. چیز خورشید خورشید پشتش به ماست. زمین میچرخه، خورشید میچرخه، زمین سر جاشه. آدم فکر کنه زمین میچرخه، نه، هرچی میاد بالا اون میچرخه. این ویله آپارتمان میره بالا، زمین بخار میشه میری بالا تمام.